رقص به سبک پاشینیان این بار در دریاچه اورمو. درست در آستانه کشتار مردم بیگناه سولدوز به دست گروه‌های تروریستی، صدا و سیمای رژیم با نمایش یک برنامه رقص کردی در دریاچه اورمو، آن هم درست در منطقه چازمداشی که نماد استقامت و مبارزه ملت ترک آذربایجان جنوبی علیه ددمنشی، قتل و غارت سیمیتگو است، پیام تهدیدی است برای ملت ترک آذربایجان جنوبی. ملتی که با آگاهی روزافزون اینک به دنبال پاره کردن زنجیر استبداد و استثمار بوده و فریاد هویت خواهیش بیش از هر زمان دیگری خواب مرکزگرایان، پانفارسیزم و گروه‌های تروریستی کردی را پریشان کرده است. رژیم خوب می‌داند که بزرگترین و جدیترین دشمنش حرکت ملی آذربایجان جنوبی است و پاشنه آشیل این رژیم آپارتاید گونه نیز همانند ادوار تاریخی گذشته تنها و تنها خروش مردم ستم دیده و مورد تبعیض آذربایجان میتواند باشد. بنابراین رژیم در یک همکاری صمیمانه با گروه‌های تروریستی منطقه همچون پژاک که علیرغم ظلم و ستم رژیم جمهوری اسلامی به مردم کرد همواره عصای دست رژیم در اختلاف افکنی و آشوب در داخل جغرافیای ایران و همچنین منطقه بوده است، سعی در تهدید مردم آذربایجان و همچنین تشدید تنش‌ها و اختلافات اتنیکی در منطقه را دارد. همکاری رژیم با گروه‌های تروریستی و بارزانی‌ها زمینه زیادخواهی برخی از جریانات تندرو و تروریستی را فراهم آورده است. اما این زیادخواهی‌های گروه‌های تروریستی کرد و هوادارانشان به مردم کرد بیخبر از این جریانات نیز صدمه خواهد زد. طبیعتاً قربانی همکاری رژیم ایران با بارزانی‌ها و تروریست‌های کردی در درجه اول خود مردم کرد خواهد بود، چرا که این آتش برافروخته شده توسط گروه‌های تروریستی کردی ابتدا دامن خود آنها را خواهد گرفت. اینجا ایران اما خیلی روی این موضوع پافشاری میکنه و هی میگه پژاک پکاکاست و پکاکا هم پژاکه و به جای اینکه بره با اونها صحبت کنه میاد با ما صحبت میکنه. فقط پژاک ayrıdır, yönetimi var, başkanı var. ایران gelip sizinle mi konuşuyor? ایران اومده با شما صحبت میکنه؟ ediyor پژاک için. Evet, şimdi öyle bir ilişki sistemimiz yoktur. در گذشته این گفتگوها مستقیم تر بود، اما سر همین مسئله پژاک روابط اون با ایران کمتر شده. اما تاریخ آذربایجان ثابت کرده است که این گونه تهدیدها کوچکترین تزلزلی در اراده ملت آذربایجان ایجاد نخواهد کرد. آذربایجان ثابت خواهد کرد که رقص کردی در چازمداشی بی‌شباهت به رقص پاشینیان و ارامنه در شوشا نیست. ارامنه 2 بار در قره‌باغ رقصیدند، یک بار هنگام اشغال آن و بار دیگر در آستانه ترک شوشا. رقصی که پاشینیان به همراه سایر اشغالگران ارمنی انجام داد، رقصی بود که به دلیل آگاهی از ضعف ارمنستان در مقابل آذربایجان به جهت روحیه دادن به ارامنه انجام شد، چرا که شوشا علاوه بر موقعیت استراتژیکش به عنوان نماد و قلب فرهنگ و تمدن آذربایجان شناخته می شود که نامآوران بسیاری را در خود پرورش داده و همواره به عنوان پایتخت معنوی آذربایجان مطرح بوده است. همانگونه که رقص پاشینیان و ارامنه در شوشا نتیجه‌ای جز خفت و خواری برایشان نداشت، رقص کردی در دریاچه اورمو با حمایت و تبلیغ رژیم و اپوزیسیون مرکزگرا سرنوشتی جز ذلت برایشان رقم نخواهد زد. این رقص همانند رقص پاشینیان و سایر اشغالگران ارمنی رقص خداحافظی از سرزمین‌هایی است که هیچگاه صاحب آن نبودند.